به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام بر روی ماه بچه های با صفا. سلام بچه های نازنین. سلام به همه بچه های تاجیکستان. من شهنازه با برنامه غنچه های قرآنی در خدمت شما هستم. از خدای مهربان میخواهم که به همه شما قدرت بدهد تا بتوانید قرآن را یاد گیرید و بخوانید. امروز میخواهیم سوره والعصر را برایتان بخوانیم. شکوفه های زیبا، آیا میدانید چرا به این سوره عصر میگویند؟ چون این سوره با کلمه عصر شروع می شود. خداوند در این سوره به عصر یعنی زمان قسم خورده است. سوره عصر 103مین سوره قرآن بوده و در جزء 30 قرار دارد. غنچه های قرآنی من، بیایید به قرائت این سوره زیبا گوش دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زیباترین سرود لب‌های ما، تو بهترین کتاب قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی، قرآن دوستانی عزیز، سوره عصر 3 آیه دارد و جزء یکی از کوتاه‌ترین سوره های قرآن است. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کسی سوره والعصر را زیاد بخواند، خداوند به او کمک میکند تا همیشه راه حق را انتخاب کند. دوست ریاکان، شما میتوانید خودتان هم قرآن بخوانید و صدایتان را ثبت کنید و با اجازت پدر و مادرتان برای ما در برنامه غنچه های قرآنی فرستید. ما هم سعی میکنیم تا همه آنها را برای دوستانتان پخش کنیم. بچه هایی که همیشه به حرف پدر و مادرتان گوش میکنید، بیایید یک بار دیگر به سوره مبارک عصر گوش کنیم تا بهتر یاد گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. روشنی هر راه مستقیمی، امید قلب خسته یتیمی، بهشت مؤمنان حق پرستی، تو ایز جنت خدا نسیمی، بخشنده همچون قطره بارانی، تو بهترین کتاب ما قرآنی، تو هدیه خدا به هر انسانی، بچه های خوب و با آداب، اگر از برنامه ما خوشتان آمده باشد، می توانید از پدر و مادرتان خواهش کنید تا برنامه های ما را در فیسبوک، یوتیوب، ادنا کلاسنیک برایتان پخش کنند و یا به شماره +90 531 623 06
76. پیام دهید و در کانال ما ابونه شوید تا اینکه ما برنامه ها را برایتان ارسال کنیم. تا برنامه های دیگر، خدایا را نگهدار شما. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر ابونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org